در جوانی طاعت خدا افتخار دارم. جوانا اگه طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. رنگی من کشیدی دیگه خسته نمیتونم، میان در میکنه، زانه ها در میکنه، مشکل میشه. الان مثل چنچل باری پریده میخیدی، نماز شب هم که خیلی خستگی ندارد برات، مسجد هم که روی خستگی ندارد برات، جمعه هم که روی خستگی ندارد برات. خلاصه جوانی غنیمت و فیض رحمان. نماز این کلیدی جنت است. نماز رابطی بنده با آفریدگارش الله رب العالمین است. نماز فرق بین مؤمن و کافر است. نماز خوشنود کننده رحمان است. نماز شکننده قامت شیطان است. عزیز من، شما اگر نمازاتان خانه خدا از شما راضی است، آفریدگار، همون خدایی که دو قطره آب به صورت انسانی داد، همون خدایی که در رحم مادر تو رو نقاشی کرد و این قامت زیبا، این چشمان شهلا، این ابروان سیاه، این مژگان‌های دراز، خلاص این بگفتن تمام نمیشه. انسان نعمت‌هاش که خدا داده است، من همون خدا رو بچم دوست داره عبادت. نماز خوانده همون خالق است و راضی میشن. نماز نخوانده شیطان است و خرسند میشه. امروز شیطان ها فرق نداره، شیطان انس است و شیطان جن. از نماز نخواندن شما خرسندند، اما خالق آسمان و زمین که رول کائنات در دست اوست، از این در غضب می‌بیاید. خدا که نکنه عذاب شه فرستد. اگر عذاب شه فرستد هیچ کس پیش راهی او رو گرفته نمی‌تونه. بنابراین بچم نماز کردم. مکافات نماز در این دنیا محبوبیت است. این پدر و مادر دوست می‌داره، همسر رو دوست می‌داره. نماز خوشنود کننده پروردگار است. مکافات نماز فردا بستانسرای جنت است. جنتی که جوانیش پیری نداره، شادیش غم نداره، خرسندیش ماتم نداره، حیاتش مرگ نداره. مکافاتش همین نماز است. امروز بلیط میگیری، فردا میری میدرایی. امروز با طاعت و بندگی سزاواری دعوتنامه الهی میشی، فردا که رفتین دعوتنامه رو میگیری بهشت میدرایی. و الا بهشت خدا نصیب نمیکنه برای دین نماز. خدا قرآن ده یک مذمتی که دوزخی‌ها رو میکنه، به یک دیگر سوال جواب میکنن. چی تو دوزخ رفتی؟ تو تاجیک بودی؟ میگی من مسلمانم. تو قراتگینی و رامیتی بودی؟ میگی من مسلمانم. که هر دارمون کافر میگه چی شدی رو در دوزخ میسوزی؟ جواب چی میگفتن؟ لم نکن من المصلین. سببش هم که ما نماز شوخی فهمیدیم، نماز نخواندیم. گپ یهودی ها رو گرفتیم، خیال کردیم که این گپ انی قصد و این گپ حقیقت است. مسلمانی در دل تازه باشه، هر کار کنید باش ضرر نداره. این شعار یهودی هست. این نه پیغمبر اسلام گفتگی است، نه اصحاب بزرگوارش گفتگی است، نه امام اعظم راهبر مذهب دینی تام گفتگی است، نه یگان عالمی که اندک علمش در پیشگاه خدا قدر داره گفتگی. این علمای یهود برآوردن، در زبان حاکم ها این تلقین کردند. حاکم ها در ملاهای این خطا هست. یکم حسرتی که دوزخی ها میخونن همین است که لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. یا الله، نماز نخوندم مده دوزخ شد. اون روز این بلبلا دیگه نمیتونن گویم. آره اون روزا این مناظره میشه بین اینها و بین راهبراشان. بعد که سوری سواد خدا این بیان میکنه که ما وقتی فرصت ندارم. به هر حال عزیزی من نماز کردم. خواهرایی که نوارا رو تماشا میکنیم، بازم میگم نماز عبادت است که از روز بلوغ فرض میشود تا آمدن مرگ. یگان لحظه این ساقط نمیشود. نه در حالت کار، نه در حالت گرمی، نه در حالت سردی، نه در حالت بیماری، حتی در حالت جنگ رویاروی هم نماز ساقط نمیشود. خدا قرآن یک آیه مبارکه را در مخصوص نماز حالت قتال بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان و اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاة
فلتکن طائفة من خود. در او حالتی که دو طرف روشمند автоматом در گرفته است نماز ساقط نشود. چه گفته آدمی در خانهش بشین و نماز باید مسلمان باشد. در کارخانهش بشین جای تینجان نماز نخونه باید مسلمان باشد. این خیال خام عزیز مجموع شد پرتا. قرآن ده خدا اینا رو مسخره میکنه. چی میگه؟ تلک امانیهم، یک آرزوهای خام است.